وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العلي العظيم. امروز این آیین تنها بدرقه یک انسان بزرگ نیست. آیین تجلیل از مکتبی است که ایمان را بر قدرت، حقیقت را بر تبلیغات، عدالت را بر زور و کرامت انسان را بر سلطه طلبی ترجیح داد. آیین پاسداشت مردی است که با صلابت در کنار ملت خیش ایستاد، رنج آنان را رنج خود دانست و تا واپسین لحظات حیات پرچم عزت و استقلال ایران اسلامی را بر دوش کشید و تاریخ حقیقتی روشن را بارها به چشم دیده است. بینندگان محترم رسانه ملی، بیننده تصاویر زنده هستید. از تالار وداع و آیین ادای احترام سران کشورها و مقامات از سایر نقاط جهان به پیکر پاک و مطهر قائد عظیم الشأن رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران و تا لحظاتی دیگر جناب آقای نیچروان بارزانی، رئیس محترم اقلیم کردستان عراق، به پیکر پاک و مطهر رهبر شهید ادای احترام می‌کند. المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله